سلام از کرده. How are you? How do you do? تعجب نکنید انگلیسی صحبت کردن موشکاف هم سیاسیه. بله آقا، الان زبون انگلیسی هم تو نظام ولایت تبدیل شده به موضوع دعوا. اولش هم عظما برای کسایی که بهشون میگفتن معلم رفت بالای منبر و یه روزه مفصل علیه زبون انگلیسی خوند. مکرر گفتم این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنیم؟ چه اصراریه؟ ببینید کار این ولی فقیه پیزوری به کجا رسیده که حتی از زبون انگلیسی هم احساس تهدید میکنه. البته این پوش قضیه است. زبون انگلیسی کده، پشت پرده خبرای دیگه ایه که به موقعش خدمتتون عرض میکنم. نمیگم من بریم فردا زبان انگلیسی رو تو مدارس تعطیل کنیم، نه، حرف من این نیست. حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم، بدانیم طرف چگونه نسلی رو میخواد در این کشور پرورش بیابد، با چه خصوصیاتی. منظور عظما از طرف کوسه و شیخ پری و دم و دست کاشونه. منظورش اینه که زبون انگلیسی و کانورسیشن با غرب و این حرفا ممنوع. تنها نسلی که باید تو این کشور پرورش پیدا کنه نسل بسیجی و پاسدار دلواپسه. حالا بشنوید از شیخ پری که اونم درست تو جمع به اصطلاح معلما گذاشت تو کاسه عظما. ما امروز اگر بخواهیم به علم جهانی دسترسی داشته باشیم، چجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ البته اینکه چه زبان خارجی بیاموزیم، چند زبان خارجی بیاموزیم، هم به امکانات ما ارتباط داره، هم به تعداد معلمین آشنای ما به زبانهای خارجی ارتباط داره، هم به خواست مردم ارتباط داره. مردم خودشون باید بخوان، دانش آموز خودش باید بخواد. امروز شما الان ببینید در شبه قاره هند که بیش از 1.5-2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره، به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریباً دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریباً بلدن. شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند. بابا دیگه از این تابلوتر نمیشد خامنه رو سنگ رو یخ کرد. اینجا بود که به ناگهان سگ و سیله های خامنه قاطی کردن و از همه طرف ریختن رو سر و عمامه شیخ پری. سپهر خلجی دبیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری نوشت: یکی از مسئولان ارشد کشور در رسای آموزش زبان انگلیسی برای جوانان ایرانی از کشور هند مثال آورده است. این شیوه تن دادن به استعمار و زبان آموزی افتخار ندارد که در مقام مثال بیان شود. عرضم به حضورتون حمله به شیخ پری از دفتر عظما شروع شد و تا تهدید علنی حسن کلیدساز توسط پاسدارا و بسیجی ها پیش رفت.
در واقع اصرار روحانی بر بیان اظهاراتی متفاوت از آنچه که از سوی خامنه‌ای مطرح می شود نشان می دهد که در پس این حد نشناسی یک تفکر وجود دارد و با این حساب دیگر نمی توان در برابر حاشیه سازی های خودخواسته او سکوت کرد. نهادهای امنیتی و نظارتی و نیروهای انقلابی و امت حزب الله هیچ بدبستانی با چنین فردی ندارند. اگر روحانی حد خود را نداند و رعایت نکند، حزب الله و نیروهای انقلابی نیز برای او کمترین حد و جایگاهی را قائل نخواهند بود. بله، دست آخرم یکی از مهرهای باند خامنه به نام مهدی محمدی پرده ها را کنار زد و گفت آقا زبون انگلیسی چیه؟ اینا بهونه است، دعوا سر لحاف ملاست. این شیخ فری دنبال سهمش از نمایش انتخاباته، میخواد نظامو دو قطبی کنه. روحانی میخواهد کل فضای سیاسی و انتخابات آینده را با تولید دو قطبی ببرد، نه با کار برای مردم. به عبارت دیگر برنامه دعواست، نه حل مسائل کشور. حالا فرقی ندارد که نزاع بر سر زبان انگلیسی باشد یا گشت نامحسوس یا مسائل دیگر. شیخ فریم برای اینکه نشون بده سیخ و سنبه زدنش به خامنه اتفاقی نبوده و یه کاسه زیر نیم کاسه است، دوباره اومد به صحنه و تو توییترش یه سیخ دیگه فرو کرد تو پک و پهلوی عظما. روحانی در پیام توییتری دیگری نوشت آموزش زبانی که به کسب راحت‌تر علم و شغل بیشتر نسل جوان آینده منجر شود مفیدتر است. مردم خودشان باید انتخاب کنند چند زبان می‌خواهند بیاموزند. اصل حرف اینه که جنگ و دعوا تو نظام ولایت خیلی بیخ پیدا کرده. یعنی این جنگ هژمونی داره به جای باریک میکشه. عظما یا باید کوتاه بیاد و به خط کوسه تن بده، یا این که بره تو کار قیچی کاری و نظامش آشلاش کنه. تا اینجای کار اون چه که تو چشم میزنه طلس شکستگی یه طرفه خامنه و ادامه زهرخوریه. حالا بقیه رو باید دید و قضاوت کرد. آقا خوشحال شدیم، تا فردا خداحافظ همگی.